بله گاهی کرامت و اعجاز هم ممکنه از دست امامی ظاهر بشه، اما کی گفته که این قانونه؟ و اگر این نشد پس امام نیست شخص. همه نوشتن الامام یعرف بالنص و بالعلم. خب چرا این حوزه های علمیه همه این میراث تفکری شیعه رو که متخذ از روایات آل محمد کنار میذارن، میگن که نه احمد الحسن باید برای ما معجزه بیاره تا ما بدونیم که 13مین وصی پیامبره، تا بدونیم که وصی و فرستاده امام مهدی. برای اولین بار احمدی از بصره مطابق با همه نصوص و روایات دست روی این حدیث شریف گذاشت. نه فقط گفت من احمد در این حدیثم، بلکه با این کلید طلایی وصیت منظومه روایات مهدویه رو در کنار هم قرار داد و حل کرد معماهای مهدویت. علم امامت اصلا عرضه کرد با این شاه کلید وصیت. خب میدونن اگر از وصیت سوال کنن که روشن همه چیز، مجبورن که گرد و غبار بپا کنند و مردم رو گیج و حیران کنند که بله پس لابد باید معجزه بیاره. وقت معجزه اونم چه معجزه‌ای؟ معجزه درخواستی آقایون، یا آقا مثلا ریش من رو که سفید شده سیاه کن برام. اون یکی توی شبکه ماهواره یه قوطی پر از سکه برداشته تکون میده، با خنده میگه که احمد الحسن تماس بگیره بگه که توی این قوطی چند تا سکه هست، بعد میخنده. این گونه میخواید امام رو بشناسید؟ با این مسخره بازی ها و لوده بازی ها این نتیجه عمل کردتونه دیگه. ببینید الان به چه قهقرایی رفته وضعیت اقتدار و عزت شیعه. ببینید مردم امروز دسته دسته از دین خدا بیرون میرن، ولی که هیچی باقی نذاشتید برای این مردم. امامشون رو هم که نمیذارید بشناسن که چی بشه. تا کی میتونید تأخیر بندازید این ماجرا رو؟ ان وعد الله حق، قائم وعده خداست.